جوانان سربلند شهر ترسونزاده تحت شعار جوانان پیرو پیشوای ملت و زیر پرچم صلح و سعادت وطن از نزد مجسمه شاه اسماعیل سامانی تا مکان برگزاری چهاربینی‌های فرهنگی با افتخار بلند وطنداری راه پیمودند. تنتنه‌های پرشکوه جشنی و شادی و نشاط جوانان دلیل آن بود که همچون قوه بزرگ و با اعتماد به خلق و وطن خدمت صادقانه می‌کنند. بعداً جامعه تنتنوی دایر گردید که در آن نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر اشتراک و ضمن برآمدهایشان تاکید داشتند که اعلان گشتن سال 2017 همچون سال جوانان برای این قشر جامعه مایه افتخار و در برابر این مقصد بیشتر را واگذار می‌نماید. یعنی جوانان تشبثکار میباید برای آبادی و سازندگی این وطن و این سرزمین و به خلل نگاه داشتن صلح و ثبات کشوری عزیزمان سعی و کوشش خود را دوچند نمایند. ما جوانان سربلند شهر ترسونزاده پیروان اصیلی پیشوای ملت بوده تمام سعی و کوششمان را بهر آبادی و ترقیات دولت عزیزمان تاجیکستان روانه می‌سازیم. صاحب اقبالیم و صاحب دولتیم، پیروان پیشوای ملتیم. واقعا هم جوانان پیروان پیشوای ملتند، زیرا جوانان نیروی سازنده و بنیادکار جامعه می باشند. در مرکز شهر ترسونزاده برگزاری چهاربینی‌های فرهنگی و ورزشی بین جوانان که به خاطر تحکیم دوستی و رفاقت و یکدلی و اتفاق آنها تشکیل کرده شد بسا خاطرمان و جالب گذشت. در قسمت دیگری چهاربینی از جانب فعال جوانان در موضوعهای دستاوردهای دوران استقلالیت، پیشوای ملت، راهنمای ملت، سهم پیشوای ملت در به دست آوردن استقلالیت، پیشگیری شامل شوی جوانان به هر گونه حزب و حرکت‌ها برآمد و شعرها قرائت کرده شد. با شعرهای خود با برآمدهای پرمحتوای خود اوید به دستاوردهای دوران استقلالیت، اوید به پیشرفت و سهم بی‌واسطه محترم پیشوای ملت در به دست آوردن استقلالیت دولتی در کشور عزیزمون، اینچنین اوید به سیاست خیرتمندانه و پیش گرفته و سیاست جوانپرورانه محترم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت جناب عالی محترم امالی رحمان برآمدهای پرمحتوای خویش را منظور همسالان خویش نمودند. بیشک برگزاری چنین چهاربینی‌ها من با اطمینان کامل گفته میتوانم که در دل هر یک جوان حسی بلندی وطن دوستی و میهن پرستی را دوچند مینماید. هدف اساسی برگزاری چهاربینی مذکور بلند برداشتن معرفت حقوقی و سیاسی جوانان، تربیت نسل نورز در روحیه وطن پرستی و خویشتن‌شناسی ارزیابی شد. این چهاربینی فرهنگی در شهر ترسونزاده با فراگیری شماره وسیع اشتراکچیان و تماشابینان در سطح بلند تشکیلی و فرهنگی برگزار گردید.